سادات محترم در افغانستان، اون ساداتی که بین مردم هزاره زندگی میکنن، اینها از سادیان من خدمت شما عرض کنم که مردم هزاره در افغانستان اینا بیشترشان شیعه هستند و بیشتر شیعیان هزاره هستند. یک به طوری که در افغانستان تقریبا این مسئله لازم و ملزومه. اگر شیعه گفتی هزاره یعنی هزاره گفتی شیعه، یعنی هزاره هایی هست که شیعه نیست و اما اونا کمن و شیعیانی هستند که هزاره نیستند و اونا هم کمن. خب این در افغانستان این شیعه و هزاره ها در طول تاریخ افغانستان، در طول تاریخ معاصر چند سال گذشته به دو دلیل، بیشتر به خاطر شیعه بودن و دوم به خاطر مسائل نژادی، اینا همیشه مورد ظلم، مورد ستیز و مورد تحقیر بودن. و مشاهدات خیلی از مردمه که برادران سادات ما به خاطر اینکه اینا بیان به جای اینکه برادری بکنن با مردم هزاره، خیلی از اینا دیده شده. من خودم دیدم، الله اعلم، من خودم دیدم، با چشم خود دیدم که اینا مردم هزاره را تحقیر کردن بر روی مسائل نژادی و بسیار حرفای بد و این را از علما هم شنیدم. و حتی مثلا در خارج از این مسئله، در امریکا و جاهای دیگر، و این مسئله از فاجعه های جامعه هست. و علتش اینه که یک عده مردم، این مؤمنین، این شیعیان را که از خالصترین شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام و از دلداده ترین شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام و مثل اینها کسی به خاطر تشیع هیچ ملتی قربانی نداده، هیچ ملت دیگر به خاطر شیعه بودن مثل اینها هدف تبعیض، هدف ظلم، هدف کشتارهای جمعی قرار نگرفته. مردم ایران هم مظلومن، اما مردم لبنان هم مظلومن، اما مثل شیعیان افغانستان به خاطر شیعه بودن به جرم ولایت امیرالمؤمنین علیه